بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی قرار گرفتم. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه می‌دانید بدعات و آنچه که مربوط به بدعات میشه که در حقیقت هر کدام از آنها سنتی از سنت‌های نیک و سنت‌های خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم را از بین میبره و هر کدام از اینها ویروسی است در جامعه سنت و در جامعه اهل سنت. بدون شک اینها از خود چنانچه میدانید اقسام داره و در برنامه‌های گذشته این را دانستید و فعلا ما در بدعات اعتقادی هستیم که حالا می شود این بدعات داخل شرک شود و می شود فقط یک بدعت باشد، یک بدعت خاص بدون اینکه سرایتی در شرک بکند. در این برنامه با همدیگر به موضوعی بسیار مهم و اساسی که متاسفانه برخی از مسلمانان به این نکته دقتشان بسیار کم است و توجهی به این نکته نمی کنند و به خصوص این موضوع، یعنی موضوع شگون بد و بدفالی در میان خواهران مسلمان ما بیشتر است. نمیگویم که در میان مردان نیست، ولی در میان خواهران ما بیشتر مشاهده می شود. چنانچه ما بعداً به برخی از مثالهایی از این شگون بد زدن و بدفالی زدن، حالا چی به روز باشه، چی به کدام شبی باشه، چی به کدام وقت خاصی باشه، چی به کدام زمان خاصی باشه و چی به کدام مکان خاصی باشه، که ما انشاءالله مشرح در مورد هر کدام از اینها خواهیم پرداخت و در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. شما متوجه خواهید شد که بیشتر اینها در میان خواهران مسلمان ما بیشتره و جای داره که برادر و خواهر مسلمان ما خودش را از شر این ویروسی که واقعا کشنده هست و ویروسی که احیانا چرخ زندگی و اجتماع را متاسفانه ایستاد می کند و به تباهی می کشاند و باعث بر این می شود که عقیده و باور فرد مسلمان به سوی تباهی و به سوی بربادی کشیده بشه و فرد مسلمان توکلش به الله متعال سبحانه و تعالی ضعیف شده و نسبت به این عمل کرده ها و نسبت به این حرف ها و نسبت به این گفته ها توجه داشته باشه. در اسلام عزیز ما چیزی به نام شگون بد و بدفالی نداریم. اسلام عزیز شگون بد زدن و بدفالی زدن نسبت به اشیا و اماکن و زمانها را برای ما منع کرده و اجازه نمیده که این کار را انجام بدیم. و علتش هم اینه که انسان باید توکلش به الله سبحانه و تعالی قوی باشه و فرد مسلمان استوار باشه در آنچه که عمل میکنه و انجام میده و توکلش به الله سبحانه و تعالی باشه و شگون بد به زمانها و مکانها و افراد نزنه، بلکه توکلش قوی باشه به الله متعال و اعتماد و تکیهش به ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی باشه. ما آنچه که از روایات حدیثی و آنچه که از آیات قرآن کریم درس میگیریم و برای ما به عنوان الگو و به عنوان سرمشق بیان میشه، این است که ما نباید بدفالی و شگون بد بزنیم. ما روایات صریحی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر ما علیه السلام ما را منع میکنن از این که شگون بد و بدفالی نسبت به زمانها و نسبت به مکانها و نسبت به اوقات بزنیم و نسبت حتی به افراد، که ما بعداً برخی از آیات کلام الله مجید، آیاتی از قرآن کریم به خدمتتان تلاوت میکنیم که دلالت صریحی بر این داره که در میان مشرکین و دشمنان انبیاء علیهم السلام این عقیده و این باور غلط وجود داشته، حتی تا جایی که به انبیاء علیهم السلام و حتی در رأس آنها به پیامبر ما
صلی الله علیه و سلم شگون بد زده شده و اسلام عزیز و آیات قرآن کریم برای رد و برای کوبیدن و برای از بین بردن این عقیده و باور این آیات را الله متعال در قرآن قرار داده که یک فرد مسلمان نباید صاحب شگون بد و صاحب بدفالی باشه و نسبت به افراد و اشیا و به آنچه که به هر حال حالا شگون بد میزنه و بدفالی میزنه از اینها خودش را بر حذر بداره و به اینها توجه نداشته باشه. ما حدیثی داریم از ابی هریره رضی الله تعالی عنه که امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح خود روایت میکنه. صحیح بخاری حدیث 5707. ابی هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر علیه الصلاة والسلام نقل میکنه که رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمودن لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر. پیامبر علیه الصلاة والسلام این چهار چیز را نفی میکنن که اینها وجود ندارد، اینها تأثیری ندارد. این جمله اخیر را عزیزان دقت بکنن، اینها تأثیری ندارن. اولا پیامبر علیه الصلاة والسلام میفرمایند لا عدوا، واگیر بودن بیماری یا واگیردار بودن بیماری وجودی ندارد، یعنی اینکه تأثیری ندارد مگر اینکه الله سبحانه و تعالی بخواهد. ما روایاتی در این مورد داریم و توکل انسان باید به الله سبحانه و تعالی باشه. حالا من نمیخوام که فقط در مورد این واگیردار بودن بیماری صحبت بکنم، اینجا جایش نیست، چون خودش یک بحث جداگانه میطلبد که در موردش به صورت تفصیل صحبت بشه. و مورد دومی که رسول الله علیه السلام میفرمایند ولا طیرة، و همچنین بدفالی و شگون بد در اسلام نیست. شگون بد و بدفالی در اسلام نیست و باید یک فرد مسلمان بدفالی نزنه. در میان اعراب و در میان مشرکین و مردمی که قبل از اسلام بودن عادت بر این بود که پرنده ای را رها میکردن. میگفتن اگر طرف راست رفت، مثلا فرد میخواست سفر بره، چیکار میکرد؟ میخواست ازدواج بکنه، میخواست سفر بره، این عمل بد را انجام میداد که پرنده ای را رها میکرد، اگر طرف راست میرفت میگفت که این به خیر من است و اگر طرف چپ میرفت میگفت این به خیر من نیست. و شبیه این بحث ازلام هست که در قرآن کریم به صورت صریح الله متعال از آن منع کرده. اون هم تقریبا شبیه این موضوع بود که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. الله میگه این رجس پلید و از اعمال شیطانی است. یکی از جمله اینها تیره های بخت آزمایی بود. ازلام همان تیره های بخت آزمایی می باشه، یکی از معانیش. پس بناهن رسول الله علیه السلام در این حدیث میگن ولا طیرة، بدفالی هم در اسلام نیست و یک فرد مسلمان باید خودش را از بدفالی و از افتادن در بدفالی خودش را بر حذر بداره. ولا هامة، یکی از معانی هامه‌ای که در این حدیث رسول الله علیه السلام در صحیح بخاری آمده اینه که مسئله جغد هم درست نیست. پرنده‌ای به نام جغد، این هم به آن بدفالی میزدن، یا بوم به زبان فارسی برخی ها به آن بوم میگویند، به این هم بدفالی میزدن و تا امروز هم حتی این بدفالی نسبت به این حیوان و نسبت به این پرنده بیچاره متاسفانه وجود داره. همان حیوان بوم، حتی اگر روی خانه کسی بیایه صدا بکشه میگن از این خانه یا از این محله کسی میمیره، از این منطقه و از این قریه و از این روستا کسی میمیره. گویا نعوذ بالله این علم غیب داره، از کجا میدانه؟ به همین واسطه است که ما میگیم مسئله بدفالی خلاف اسلام هست، چون فرد مسلمان عقیده و باورش به الله متعال سبحانه و تعالی ضعیف میشه. به جای اینکه الله را اختیاردار خیر و شر بدانه، یک بوم را نعوذ بالله اختیاردار میدانه، یا اینکه
به جای این که الله متعال سبحانه و تعالی که میگه فقط من را عالم الغیب بدانید، یک بوم را عالم الغیب میدانه نعوذ بالله، که اون خبر داره که فلانی در این منطقه میمیره، یا صدای او بر این منطقه و بر این روستا و بر این قریه و بر این جا تأثیر میگذاره و گویا این که میتوانه این تأثیری بگذاره و از این منطقه کسی بمیره یا کدام مشکلی به این منطقه پیش بیایه. شما میدانید که اینها اعتقاداتی است و باوری است. از فهوای خود این عقیده و باور معلوم میشه که کسانی که این عقیده و باور را گذاشتن در حقیقت به الله متعال سبحانه و تعالی باوری نداشتند و به همین واسطه اینها در جاهلیت بود و رسول الله علیه السلام آمدند و اینها را با صراحت کامل، با نفی کامل و با کلمات بسیار صریح و واضح رسول الله علیه السلام ما را از آن منع کردند و برای ما گفتند که اینها وجودی ندارد، اینها تأثیری ندارد، نمیتواند اینها تأثیر داشته باشد. ولا سفر، در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند و بدفالی به ماه سفر هم درست نیست. بدفالی و شگون زدن به ماه سفر که نمیدانم در ماه سفر این کار را نکن، این کار را بکن، سفر بکن نکن و از این حرفها که در زمان جاهلیت وجود داشته. یکی از معانی که در این حدیث شارحین حدیث در واقع مطرح کردن ولا سفر منظور ماه سفر هست که ما بعدا ان شاء الله باز برخی از این مسائل را به خدمت شما عزیزان و گرامیان عرض میکنیم. حالا در این حدیث که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه در کتاب صحیح خود و از ابی هریره رضی الله تعالی عنه به نقل از رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیدین که صراحت کامل بر این داره که در واقع مسئله بدفالی در اسلام نیست، مسئله شگون بد زدن در اسلام نیست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی این مسئله مهم و اساسی را، یعنی بدفالی زدن را و شگون بد زدن را، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از جمله شرک معرفی میکنند. حدیثی که امام ابن ماجه رحمه الله در کتاب سنن خود روایت میکنه، حدیث شماره 3538، عبدالله ابن مسعود از رسول الله علیه السلام نقل میکنه که پیامبر ما علیه السلام فرمودند الطیرة شرک، الطیرة شرک، بدفالی و فال بد زدن شرک است. و ما منا الا ولكن الله یذهبه بالتوکل. این قول حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که میگه و ما منا الا ولكن الله یذهبه بالتوکل. میگه که هر یک از ما، هیچ کسی نیست که دارای خیالات و دارای افکاری نباشه، اما با توکل به الله سبحانه و تعالی این افکار و خیالات برطرف میشه. یعنی این که فرد مسلمان به الله متعال سبحانه و تعالی توکل میکنه، بدفالی نمیزنه، شگون بد نمیزنه. به همین اساس که ما میبینیم در اول حدیث قول رسول الله علیه السلام اینه که الطیرة شرک، بدفالی زدن شرکه، بدفالی زدن شرکه. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه هیچ کسی نیست که خیالات نکنه، افکاری در ذهن اون نیایه، ولی این افکار و این بدفالی ها و این شگون بد زدن ها با توکل به الله متعال سبحانه و تعالی برطرف میشه و از بین میره. اما فردی که شگون بد میزنه و توکلش به الله متعال قوی نیست که باید باشه، چون الله متعال میگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و باید مسلمان ها بر الله توکل بکنن، نه اینکه شگون بد بزنن به این شی به آن شی، به این چیز آن چیز، به این فرد و به آن فرد و به این مکان و به این زمان. این در حقیقت با توکل به الله سبحانه و تعالی منافات داره و مخالفت داره. حدیث دیگری که عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه روایت میکنه از پیامبر علیه السلام، البته این حدیث در مسند بزار هست و در برخی دیگه از کتب حدیثی هم وجود داره. مسند بزار حدیث 3578. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه
از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که پیامبر ما علیه الصلاة و السلام میفرمایند لیس منا من تطیر او تطیر له، از ما نیست کسی که بدفالی بزنه یا برای او بدفالی بزنند. یعنی کسی که خودش بدفال زننده باشه، شگون بد بزنه، یا دیگران برای او شگون بد بزنن، اون از دیگران طلب بکنه که برای اونها این گونه رفتار بشه. یا همان گفتیم که در زمان جاهلیت پرنده ای را رها میکرد، یا خودش این پرنده را رها بکنه که طرف راست بره یا طرف چپ و با آن توکل بکنه و امیدش فقط به اون پرنده باشه که طرف راست میشه یا طرف چپ، طرف راست میره یا طرف چپ. رسول الله علیه الصلاة و السلام میفرمایند لیس منا من تطیر او تطیر له، از ما نیست کسی که چیکار بکنه؟ خودش بدفالی بزنه یا برای او بدفالی زده بشه. و این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم تهدید است، توبیخ است برای افرادی که بدفالی میزنند، برای افرادی که توکلشان را به عملکردشان یا به یک پرنده می کنند، یا توکلشان را و اعتمادشان را بر قول یک نفر دیگر می کنند، بر عملکرد یک نفر دیگر می کنند. میگه این کار را نکن، این کار را بکن، این کار خوبه، این کار بده، در حالی که این اساسی نداره، در حالی که این چیزی که گفته میشه، حالا این خودش بدفالی میزنه یا اون فرد دیگه بدفالی میزنه برایش و برایش این عمل را انجام میده، منافی با توکل است و هیچ حقیقتی نمیتونه داشته باشه. بنابراین رسول الله علیه الصلاة و السلام با صراحت کامل میگن لیس منا من تطیر او تطیر له، چی کسی که خودش بدفالی بزنه و چی کسی که برای او بدفالی زده بشه. رسول الله علیه السلام میفرمایند از ما نیست، در راه و روش ما نیست، در راه صراط المستقیم قرار نداره این نفر. و در ادامه رسول الله علیه الصلاة و السلام میفرمایند او تکهن او تکهن له، یا فردی که برای خودش جادو میکنه، خودش غیب میگه نعوذ بالله، یا میره پیش کسی که بر او غیب بگه، میره پیش کسی که فالش را بگیره، به تعبیر امروزی پیش یک فرد دجالی که در لباس انسان در آمده، یک شیطانی که در لباس انسان در آمده و این شیطان بر او تجسد بشری شده و به شکل یک انسان در آمده، میره پیش اون و برایش میگه فال من را بگیر و اون هم یک راست 100 تا دروغ بالایش میکنه و به خورد این بیچاره میده، این هم باور میکنه. رسول الله علیه الصلاة و السلام میفرمایند اینها از ما نیستند. چی کسانی؟ کسانی که خودشان غیب میگند، جادوگری میکنند، یا میرن در نزد جادوگری، در نزد یک فرد بدبخت و یک فردی که حقیقتا دروغ میگه. گفتیم یک راست 100 تا دروغ به تعبیر رسول الله علیه الصلاة و السلام که میفرمایند این جادوگرها یک راست در کلامشان باشه و برایشان از طرف جنیات و شیاطین برسه، 100 تا دروغ بالایش میکنن و به خورد مردم میدن. شاید این یک راست اتفاق بیفته، ولی این 100 تای دیگر 99 تای دیگر دروغه، ولی شیطان برای مردم مزین میکنه همین یک راست در چشم مردم میخوره، ولی اون 99 تا دروغ دیگری که گفته همه را فراموش میکنن و برایش تبلیغات میکنن. و ما در برنامه‌های گذشته در این مورد به صورت تفصیل صحبت کردیم بینندگان عزیز و گرامی درباره جادو و حکم این افراد و حکم رفتن در نزد این افراد و کسی که به نزد اینها میره و اعتماد به حرف اینها میکنه. چون شما میدانید که مسئله بدفالی زدن و مسئله فالگیری کردن در نزد دیگران یا فال گرفتن برای مردم، اینها همه برخاسته از عدم توکل به الله است. مادامی که توکل انسان به الله ضعیف بشه، انسان روی به اینها میاره. ولی اگر توکل انسان به الله سبحانه و تعالی قوی باشه، در حالی که شریعت اسلامی برای هر کار ما برنامه گذاشته و برای هر عمل ما
برنامه گذاشته، بدون شک اینجا اگر توکل ما به الله قوی باشه و دینمان را بدانیم دنبال این افراد دجال نمی رویم. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، این برخی از احادیثی بود که به خدمت شما عزیزان و گرامیان عرض کردم که در باب رد بر بدفالی و شگون بد زدن بود و ان الله بعداً در قسمت‌های بعدی به خدمت شما عزیزان و گرامیان برخی از آیاتی از کلام الله مجید را نقل خواهم کرد که انبیا علیهم السلام در برابر اقوام معاند و اقوام کافرشان این گونه قرار گرفتند که به انبیا علیهم السلام بدفالی زده شد. اجازه بدین که در این قسمت از خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی رخصت بشم تا برنامه بعد و قسمت بعد. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.